ایشون برای جمهوری اسلامی کار میکنه مطمئنم، چون هیچ که توی هوای آزاد به این خوبی ماسک نمیزنه که درسته؟ آره خیلی با افتخار کار میکنه. به این که خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. برو رد کارت. برم رد کار. فکر کردیم مثلا قطر رو میخریم بعد این معترضا راه نمیدن تموم میشه این انقلاب. ببین با بعد نسلی در افتادیم، با بعد ما به خون شما تشنه‌ایم. ما تا شما رو پایین نکشیم ولکن نیست. زبان اسپانیا یاد گرفتین؟ به زودی بعد بریم به ونزوئلا. از اینجا که ما داریم بیرونتون میکنیم، به همین زودی هم بیرونتون میکنیم. بچه‌هاتون هم اینجا نمیذاریم باشن. فکر کردین راحت با پول خون مردم اینجا زندگی میتونیم بکنین؟ آره. چرا ماسک؟ چرا تو که حقی، چرا میترسی؟ تو مزدور بیگانه نیستم. مزدور بیگانه توی یا منم؟ تو. آره. ببین سید علی بد ترسیده. بد ترسیده. مراقب خودت باش خب، چون که تمومه کارتون. فکر کنم یه چیز دیگه بهت بدن. آره مراقب خودت باش خب. خیلی جالبه، قبلا اینجا پلیس وای نمی‌استاد، از ارتش می اومدن سربازای ارتش، ولی الان چند وقتی یه پلیس گذاشتن که هر کس که میاد سریع برن جلوشو بگیرن که نذارم فیلم بگیره. و میخواستم فیلمم از روی گوشی من پاک کنن که حقشو نداشتن، منم گوشیم ندادم بهش.